کم کم باید آماده شیم، پیشیمونو ببریم کلینیک جراحی کنه. اول یه لباس پشمی گرم میذاریم. خب نوبتی هم باشه، نوبت عمل دومه. این خانم کوچولی خوشگل ماه، یه دستشو که عمل کردیم قطع کردیم، اون یه دست دیگهش که شکسته، ایشالله اینم خوب میشه. بعد از اینکه جاشو گرم کردم گذاشتمش تو کوله، گذاشتمش پیش بچه‌ها. همینطور که میبینید فضولا نشستن و نگاه میکنن. بعد خودم آماده شدم، کوله رو گرفتم و راه افتادم به سمت دامپزشکی. آقا گارفیلد گنده محل. آقا گارفیلد خیلی مخلصیم. آقا گارفیلد اجازه بده ما رد شیم. آقا گارفیلد اجازه بده ما رد شیم. باجگیری نکن از ما. آقا گارفیلد به خدا عمل داریم. کیس امدادی بیا ناز بدم. بیا ناز دادم. برید دانشجو. بس دیگه به سوخته رو ببینم. معرفی میکنم خانم گارفیلد دوست دختر نیستا. این چیه؟ دوست دختر عقدیشونه. خانواده‌هاش هم در جریانن. دارم میگم بدونید. نگاه کن موس میده سمت من. تو خودت شوهر داری، خجالت بکش. شوهر این گربه تا الان خیلی عذاب کشید و درد کشیده و چندین روزم با اون وضعیت افتضاح تو خیابون بوده، ولی با این همه هزینه و زحمتایی که کشیدم خوشحالم داره حالش روز به روز بهتر میشه. بعد از کلی شیطونی و بازیگوشی آقا گارفیلد بالاخره رسیدیم کلینیک. منتظر بودیم تا دکتر کارش تموم بشه و بیاد ما رو ویزیت کنه. همونطور که میبینید شروع کرد پانسمانشو باز کردن تا زخم و بخیه‌هاشو چک کنه که خدا رو شکر بخیه‌هاش همه جوش خورد و همه چی خوب بود و هیچ مشکلی نداشت. خوشبختانه عمل این دستش برعکس دست قبلیش زیاد سنگین نبود و با نیمه بیهوشی و بی‌حسی میشد عملش کرد. تو اینجا دیگه داشت وارد دنیای هپروت میشد و بیهوش میشد تقریبا که دکتر به من گفتش برو نیم ساعت 40 دقیقه دیگه بیا و داروهایی هم که برات نوشتم و حتما بخر. ما هم گفتیم داش الان داروخونه اومدم بیرون، داروهاش هم گرفتیم و خدا رو شکر سرم نداره دیگه. هر روز با مشاکت بردارم. بیشتر داروهای آمپولیه که باید مثلا هر 2 روز 3 روز یک بار بیارم کلینیک آمپولاشو بخوره. اونم به خاطر اینکه زخما زودتر بسته بشه، عفونت نکنه. و تا الان 6 تومن هزینه عمل شد. البته هزینه عمل 8 تومنه. 2 تومن تخفیف دادم به ما دکتر، 6 تومن گرفتن و نزدیک به 800 900 تومن هم هزینه دارو شد. تا الان نزدیک به 7 تومن هزینه شد که البته تموم نشده. من باید هر 2 روز در میون ماشین بگیرم کلینیک بیارمش ببرمش. بعد از 40 دقیقه دور و داروخونه رفتن و خرید کردن برگشتم کلینیک و دیدم عملش تموم شد و داره سر حال میشه. ما تا الان برای عملهای جفت دستش نزدیک به 15 16 تومن هزینه کردیم و همچنان هزینه هاش هم تموم نشده، ولی خدا رو شکر داره حالش روز به روز بهتر میشه.